لی باجار قامشلوی روجاوای کردستان شینا شهید ملازم یکم اسماعیل عثمان کوج علی چکدار پکک و لنافچه دینارتال هریما کردستان هات ارمانچکن بریوچو ده مراسمان ده کادرو سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و انجمن اجتماعی کردی سوریه و هجمار سیاست مدار و خلکن روجاوای کردستان و دوستو حوالین شهید ملازم اسماعیل عثمان بجدار بود.